салом, таҳаввулоти охирини Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 4 ноябри 2020 сол аст. дар гузориши Бонки ҷаҳонӣ оид ба муҳоҷират ва рушд гуфта мешавад, ки дар шароити густариши пандемияи коронавирус ва буҳрони иқтисодӣ интиқоли маблағҳои муҳоҷирони меҳнатӣ то соли 2021 нисбат ба соли 2019 14% коҳиш хоҳад ёфт. қайд карда мешавад, ки миқёси муҳоҷирати байналмилалӣ бори аввал дар 10 солаи охир коҳиш хоҳад ёфт. طبق حساب‌های نوی کارشناسان بانک جهانی در سال 2020 حجم انتقال پول به کشورهای درآمد میانه 7% کاهش یافته 508 میلیارد دلار و در سال 2021 به 470 میلیون دلار میرسد. عامل‌های اساسی مساعدت به کاهش انتقال پول عبارتند از رشد سست اقتصادی و شغل کم در کشورها، پست‌روی نرخ نفت و قرب اسعار در کشورهایی که با دلار داد گرفتارند. انتظار می‌رود که کاهش انتقال پول در سال 2020-2021 به همه منطقه‌ها تأثیر خواهد داشت. رکود عمیق‌ترین در اروپا و آسیای مرکزی در نظر است. این متناسباً 16% در سال 2020 و 8% در سال 2021 پیش بینی می‌شود. در این گزارش آمده است که حجم انتقال پولی تقریباً در تمام کشورهای اروپا و آسیای مرکزی تا آخر سال روان با سبب پاندمیا و کاهش نرخ نفت رو به تنزل خواهد یافت. این روند نیز باعث پست شدن قرب روبل روسی خواهد شد. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان، حجم انتقال پول به تاجیکستان در نیم ساله اول سال 2020 نسبت به همین دوره سال 2019 15% کاهش یافته 999 میلیون دلار را تشکیل داده است. کاهش انتقال پول با تاجیکستان در تاجیکستان با کاهش مهاجرت علاقمند است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که خروج شهروندان تاجیکستان به مهاجرت مهنتی در نیم ساله اول سال روان از حساب پاندمیای کرونا 57% کاهش یافته است. بانک مرکزی فدراسیون روسیه خبر داده بود که در ماه‌های ینور ایون شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 681 میلیون دلار انتقال دادند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 430 میلیون دلار کمتر است. تحولات تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید. به موضوع دیگر میگذاریم. در روسیه 2% کارفرمایان علاقه کارگران خود را به هفته 4 روزه کوتاه شده انتقال دادند. گفته می شود در نتیجه تحقیقات اگنتی کارتامین‌کنی سوپرجاب.ru باز 4% را برای شرکت‌ها و تشکیلات‌ها جاری کردن هفته کوتاه کاری را امکان پذیر می‌یابند. آنها گزارش به دوره 4 روزه را بررسی کردند، اما 11% شرکت‌ها آن را غیر قابل قبول دانستند. در نوبت خود شهروندانی که در جدول 5 روزه هفته کار می‌کنند کمتر احتمالاً درباره 4 روز کاری صحبت کنند. در یک نظرپرسی اکثر وقت زنان می‌خواهند هفته کاری نسبت به مردان کوتاه‌تر باشد. تحقیقات روزهای 1 تا 20 اکتبر سال 2020 در 150 نقطه اهالی‌نشین تمام منطقه‌های فدراسیون روسیه گذرانیده شده است. طوری که گفته می‌شود تقریباً 40% ساکنان روسیه برای به 4 روز کاهش دادن هفته کاری آماده‌اند. نظر به تاجیکستان میکنیم. در تاجیکستان پورتال صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به کار آغاز کرد. در سامانه پورتال مذکور معلومات درباره بازار روسیه و شبکه‌های سودای چکنه، رسمیت صادرات در داخل جمهوری جای داده شده است. در تاجیکستان پلتفرم نوی اینترنتی محصولات تاجیکستان به کار آغاز کرده با مقصد مساعدت در روند صادرات میوه و سبزیجات محلی و بازارهای کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل پیش بینی شده است. سامانه پورتال مذکور در دوره لایحه تجارتی کنونی ساحه کشاورزی آغاز یافت. در این باره خدمات مطبوعات پلات سودا و صنعت جمهوری خبر می‌دهد. این پلتفرم آنلاینی اطلاعات را درباره بازار سودای روسیه و شبکه‌های چکنه برای صادرکنندگان تاجیک در بر می‌گیرد. صاحبکاران محلی می‌توانند با رسمیت صادرات در جمهوری رویخط شرکت‌های مربوط به تأمین ماده و تکنیکی استانداردهای گوست شناس شوند. وارد کنندگان منفعت‌دار در نوبت خود امکانیت پیدا می‌کنند که با ظرفیت‌های محصولات میوه و سبزیجات تاجیکستان شناس شوند و همه جهت‌ها مثبت و منفی صادرات و فروش آنها نهادی‌اند. غیر از این پورتال علاقه‌های صادرکنندگان دخلدار را در بر می‌گیرد. نمایندگان پلات سودا و صنعت قید کردند که به نزدیکی نسخه انگلیسی برای صاحبکاران از خارج دور به سامانه اضافه کرده می‌شود. یادآور می‌شویم که تا 21 اکتبر
در تاجیکستان بیش از 120,000 تن محصولات کشاورزی را با مبلغ بیش از 17 میلیون دلار صادر کردند. قسم زیاد حجم موافق را سبزیجات تشکیل می‌دهد. نشر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما در روی موج رادیو مهاجر میشنوید. پروازهای منتظم میان قرقیزستان و روسیه دوباره برقرار کرده میشوند. همزمان قرقیزستانی ها باید هنگام پرواز شهادتنامه نتیجه منفی اپیدمی کرونا ویروس را با خود داشته باشند. سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری قرقیزستان روز 3 نوامبر توسط یک نشریه درباره اثرگیری پروازها به طور منتظم در مسیر بیشکک اوش به شهر نوسیبیرسک روسیه خبر داد. اما باید قید کرد که قرقیزستانی ها باید شهادتنامه سپردن تست از سرایت کرونا ویروس را داشته باشند که نتیجه آن منفی باشد. شهادتنامه باید نه دیرتر از 3 روز پیش از سفر به روسیه داده شود. خبر می‌دهد خدمات مطبوعاتی سفارت روسیه در قرقیزستان. پروازها در مسیر بیشکک نوسیبیرسک روزهای جمعه و پرواز اوش نوسیبیرسک روز پنجشنبه هر هفته توسط شرکت هواپیمایی S7 صورت می‌گیرد. اینچنین پروازها از بیشکک به مسکو روزهای جمعه از جانب شرکت هوانوردی ایروفلوت و آویاترافیک انجام داده می‌شوند. شهروندان دو کشور اینچنین می‌توانند هر روز از پروازهای چارتری از بیشکک به مسکو طریق هواپیماهای ایروفلوت استفاده برند با استثنای روز جمعه. همزمان شهروندان قرقیزستان که والدان، فرزندان و یا همسران دارند که شهروند فدراسیون روسیه هستند و یا اجازه اقامت در این کشور را دارند می‌توانند وارد روسیه شوند. غیر از آن اگر شخص با تبوت نیوز داشته باشد و از بیمارخانه روسیه دعوتنامه داشته باشد ورود او نیز به فدراسیون روسیه اجازه داده می‌شود. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه قزاقستان روز 2 نوامبر در شهر آپول لوبلسکی جمهوری لهستان یک شهروند 16 ساله قزاقستان کشته شده است و از جراحت برداشته در جای حادثه جان داده است. خبر داده می شود که جوان به لهستان برای تحصیل رفته است. شهروند قزاقستان سال تولدش 2004 در نتیجه زخمی تیر هلاک شده است. در اظهارات گفته می شود که عملیات تفتیشاتی ادامه دارند. با گفته نماینده رسمی وزارت روابط خارجه قزاقستان ایبک اسمدیاروف تفتیشات به حادثه آغاز شده است. هنوز گمانبر در جنایت کشتار این جوان پیدا نگردیده است. طبق اطلاع دادستانی لهستان شهروند قزاقستان هنگام جمع‌آوری سیب که با دوستانش قرار داشت پرونده شده است. این جوان قزاقستانی در یک مکتب اینترنت طبق برنامه بین‌المللی تعلیمی تحصیل می‌کرده است و دادستانی جزئیات دیگر این قضیه را ارائه نداشته است. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه قزاقستان سفارت این کشور در پولشا با خویشاوندان مرحوم در تماس است و با مقامات محلی برای به وطن انتقال دادن جسد شهروند قزاقستان همکاری می‌کنند. تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را میشنوید. آذربایجان آماده است جنگ را در قره‌باغ کوهی قطع کند، گفت پرزیدنت این کشور الهام علیف در مصاحبه با یک روزنامه طلویی. اما رهبر آذربایجان برای حل نزاع در این منطقه یک شرط گذاشته است. به گفته او ارمنستان باید نیروهایش را از قلمروهای ضبط شده برآورد. جنگ هر چه زودتر خاتمه می‌یابد بهتر است. من بار دیگر تکرار میکنم اگر سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان عهده‌داری آزاد کردن قلمروهای باقی مانده را به ذمه گیرد، پس ما آماده ایم جنگ را بحث کنیم. تا به حال او چنین عهده‌داری‌ها را به عهده نگرفته است، گفته است الهام علیف. پرزیدنت آذربایجان دقت را به پرینسیپ‌های اساسی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب کرد که طبق آن 5 منطقه و سپس 2 منطقه دیگر آزاد کردن لازم است. ما علاقه یک طرفه 4 منطقه را آزاد کردیم. از این رو او باید بگوید که نیروها را باید از قلمروهای اقدم کلبگر لچین که در زیر اشغال مانده‌اند برآورده شوند. علاوه داشته است الهام علیف. جنگ در منطقه قره‌باغ کوهی بیش از یک ماه باز خاموش نمی‌شود. ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را به سرکوبی جنگ‌ها متهم می‌کنند. در این برابر یک قطار کشورها طرف‌های دیگر را به گفته شنید دعوت کردند. از جمله فدراسیون روسیه از باکو و یروان دعوت کرده است که آتش اندازی را فوراً بحث کنند و به مکالمه صلح‌آمیز گذارند. موقع مسکو را دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دستگیری می‌کنند به استثنای ترکیه و افغانستان که در مناقشه جانب آذربایجان را دستگیری کردند. تا یک ماه اخیر چندین مرتبه تلاش‌ها برای جاری کردن آتش‌بس در منطقه به وقوع آمده است، اما همه کوشش‌ها به نتیجه انجامیده‌اند.